سلام دوستان، خوش آمدید به کانال اسپکیار. امروز که اولین ویدیو امروز که به نشر میرسونیم به کسایی هست که میتونن ایفون لیست دوم خریداری کنن و اشتباهات هایی که انجام میدن و یا نمیفهمن که رقم ایفون رو چک کنن که ایفون درست است بخرن یا نخرن. آماده ایم که امروز به شما نشان بدیم. در قدم اول که است، اول میخوایم رنگ ایفون رو سعی میکنیم چهار بغلشه که خط چیز نداشته باشه و یا کدام ضربه بزرگ نداشته باشه. میطوری که میبینیم موبایل اینجا شک خط داره، اینقدر مهم نیست. اگر خط داغ کلان بودی باعث میشه که قیمت موبایل ارزان باشه، کم داره. دوم دیگه بکش سعی میکنیم که کم زر از اینجا بلندتر بود و یا رنگش کم زر خرابتر معلوم شد، بسترش میده شده یا گلاسش چین شده که قیمت خیلی ارزان میباشه. گلاس چینج و بک چینجش فعلا اینجا سعی میکنیم تا آخره. در قدم دوم میایم اسکرین ایفون سعی میکنیم. ایفون هایی که اسکرینش LED باشه وقتی که این طور بگیرین شه اسکرینش نسبتا سبز رنگ میباشه و بغلای سیاه میباشه که دقیق معلوم میشه این اسکرین از خودش میباشه، اسکرین چینج نمیباشه. اگر رنگش تاریک سیاه بود و اسکرین چینج است میتونید قیمت ارزان تر بگیرین یا هیچ نگیرین. و در قدم سیوم سعی میکنین اگر دیمی جای کامرش کسته اینجا این نسبتا بر شما بزرگتر معلوم شد و یا کلانتر از نرمال معلوم شد و گلاس چین میباشه او را میتونین نخرین، بخاطر که گلاس چینج خیلی قیمتش ارزان میباشه. موبایل بعدا میگیریم آف میکنیم. موبایل وقتی که آف شد این دو دانه صدا رو بلند میکنه و پخش میکنید و همزمان فشار میدین. وقتی که موبایل آف شد این اند فشار گرفته میگیرین و یک چارجر وصل میکنین و میمونین که موبایل اسکرین اپل لوگو بیه. اپل لوگو آمده رو فشار میگیرین و چند ثانیه و تا وقتی که اسکرین اپل دیاگنوز سیستم بیه. چند ثانیه که شد اعلام میکنین، صبر میکنین که چی میشن. زمان میگیره تا که اپل دیاگنوز سیستم بیه برای شما باشه و میتونین موبایل دقیق چک کنین که چی مشکلات داره. طوری که میبینین اپل دیاگنوز سیستم باز شد. اینجا کنتینیو میگین و یک وای فای ضروری میباشه که وصل شه. من وای فای وصلش میکنم. من وای فای وصل کردم و بعد از وای فای که کنکت شد سپورت میره. ایده اگری میکنین. از طرف میخوای وصل شه چند ثانیه صبر میکنیم و بعد دیاگنوز میگیم. چند ثانیه زودتر وقت میگیره بخاطر که شاید تاثیرات اینترنت هم باشه. اینترنت سلوتر باشه نسبتا وقت زیادتر میگیره. حالا میتونین از چارج بکشین، شما مشکل نداره. اما بازم صفحه اپل دیاگنوز باز شد با شما. طوری که میبینین دیگه که هست موبایل ریسورس انسپکتور است و دیگه آدیو است و پیکسل است و تاچ اسکرین است. اول میاینی رو فشار میتین که میبینیم موبایل چی مشکلات داره، سنسورش کار میکنه نمیکنه، تمامش دقیق چک میکنیم. این 2 ثانیه وقت میگیره. مانو در بر میگیره. تو وقتی میتونین شما جای چارج رو چک کنین که آیا چین شده یا نه. چین شده باشه داخل دیگه مگذره دورتر میمونه از اولش کنه که مگ فرق تر میرفته باشه داخلش. موبایل کمک داره داغ آمده و داغ به که دستانه براتون معلوم شده یا حس کنین داغی رو تختش کار شده و موبایل هم هیچ نخرین. چه مردان هم داد قبل چی نیست. این سافتویر یک دانه مشکل داره. سافتویر است که ما اپدیت نکرده میشه. این مشکل مهم نیست قدر دیگه. اپل پیش کار میکنه. بطریش هم دقیق تر است. میبینین نرمال است تمامش. سمری بطری که است یعنی چارج شده. بطری کپاسیتیش است و پیک پرفورمنس و کل چیزش جور است دیگه. بعد از او بلوتوثش است که چک کردن جور است. کامری هایش کار میکنه. تمام کامرایش چک کردن اینجا دیگه. سیم کارتش است که سیگنال جدا چک کرده که کار کرده. بعدا دیسپلیش است. دیسپلیش چک کردن اصلی است دیگه. فیس آیدی است که چک کردن فیس آیدیش کار میکنه نمیکنه. مکسیبش چک شده.
LIDR سنسورش چک شده، دیگه سنسورهای دیگهش چک شده، این سنسورهای دیگهش تمامش چک شده توسط کار که کار میکنه، سیستمش چک شده که این مشکلات ها و چیزا رو نداشته باشه و دیگه وایرلس چارجینگش هم چک شده که شما خودتان اگه چک کنین دقیق تمام چیزایش چک نمیکنین. بعد از این بک میریم از اینجا دنا پچق میکنین، اینجا میخواین اگه صدایش چک کنین ساوند پچق میکنین، صدای سپیکر از اینجا و از اینجا گوش میکنین که از اینجا صدا میه و از اینجا صدا باید بیه، هر دوش باید همزمان کار کنه. این کنتینیو میگین، کنتینیو کده میرین تا وقتی که صدا از سپیکر بشنوین. ببینید که دیجا و دیجا صدا میشنوین یعنی از پایان هم صدا. اگر سپیکر پایان صدا شنیدین بله، حالا سپیکر بالا صدا رو میشنوین. حالا سپیکر صدا بالا میه، سپیکر بالا صدا رو شنیدین یعنی بله میگین و صبر میکنین و بعدا نکست میگین. و ده هزار دو سپیکر صدا میه همزمان دوش کار میکنه یعنی برای میگین هزار دو سپیکر همزمان صدا رو شنیدین میگین بله تست انجام شد و دیگه تست موبایل کامیاب شد. بعد از این دیگه تست هم موجود داره، تست دیسپلی هست که دیسپلیش کدام جای داغ نداشته باشه و یا پیکسلش سوخته باشه. دیگه تست دیسپلی رو میتونین انجام بدین، مالتی تاچ هم انجام بدین، کامera رو انجام بدین. تست دیسپلی که باشه شما نشون میدم چندین رنگ میه و سعی میکنید با چشمتان که اینجا کدام داره پیکسل خراب نشده باشه و یا رنگ شید دیش نامده باشه یا رنگ خود خراب نکرده باشه. اینجا صبر میکنین خودش چک میکنه و براتون منیو رو آورده میره که سه رنگ ها رو نشون داده میره که کدام رنگ ها دقیق تر است. رنگ سرخ هسته، رنگ سبز هسته که سعی میکنین اینجا تمام بیاره که کدام مشکل نداشته باشه، با سه کلیک میتونین که تبدیلش کنین. رنگ سفید هسته که اگر رنگ گلابی در اینجا داشته باشه موبایل خراب شده. اسکرینش رنگ سیاه هسته که دقیق سعی کنین که اونجا پیکسلش اگه سوخته باشه چی باشه که سفیده که چیز نشان میده براتون. رنگ خاکستری رنگ سفید است، دیگه سفید است خاکستری است. کامپلیت میکنین بود میگن که هیچ مشکل نداشت، من هیچ چیز ندیدم در اسکرینش که داغ داشته باشه چیز مشکل داشته باشه. هیچ فقط تنها مشکل که فعلا داره سافت‌ویر است، بخاطر کابلت نکرده میشه. دیگه تاچ آیدیش از کامرایش هست، هر کدوم تست میکنین کامرایش بدون از اینکه مشکل داشته باشه کامرا دیگه براتون سیگنال میده. دیگه دوستا هر چیز چه خاصی نجا میتونین چک کنین. دیگه دوستا پس دیگه تکمیل شد میریم اکسپت میکنیم اپل دیاگنوستا، میمانیم خود موبایل باز شد روشن شد. بعد میایم حال چک کردیم که تمام سنسوریاش جور است و تمام مشکلاتش حل است. حالا میایم موبایل روشن میکنیم و چک میکنیم که چی مشکلات داره، اپل آیدی لاک است یا اپل آیدی داره نداره، سعی میکنیم تمام شه. دوستا دستین که رفتین سعی میکنن اپل آیدی هر کس که هست باید اپل آیدی خود ساین اپ کنه. اگر ساین اپ نکنه تو موبایل هیچ وقت نخرین، بخاطر که او شخصی که میفروشه او شخص از خود موبایلش نیست و موبایل کار مشکل داره یا موبایل دزدی میباشه یا فکرگی میباشه و یا موبایل هست که از شخص دیگه است. اول اپل آیدیش سعی میکنه خالی باشه و یا اون شخص باید اپل آیدی خود ساین اپ کنه، از جا ساین اپ پیچ کنه و پاسپورت یا بفرم و اپل آیدی خود پاس کنه. اپل آیدی داشت موبایل فقط به پروتکل میاد دیگه هیچ به درد شما نمیاد. میاین در ستینگ موبایل میرین، بطری هلت میرین، سعی میکنین که بطریش چند است، نرمال است تمام چیزش. اگر دیدین که موبایل در اولین بار استفادهش و یا روشنش تاریخش به شما نوشته میشه، اگر دیدین که 2 سال پیش بود و بطریش 100 بود موبایل بطریش چنج شده وقتی هیچ امکان نداره که بطری قدر دیر
2 سال و 100 پانه یعنی نرمال بود که خونه میتونه 200 پانه. من کنم مشکل داره و موبایل چنج شده و یا کنم مشکل دیگه داشته که چیز فول نشه. دوم دیگه باز اگر موبایل از خارج میخرین یا چی از دو شما نشته میکن تپ میکنین دیوایس منیجمنت، اینجا میبینیم وی پی ان و دیوایس منیجمنت. بعد موبایل ها در سکول و یا از دفتری می باشه بازو بعد مشکلات ها رو می داشته باشه که شما نمیتونید موبایل تون آپدیت کنین و یا دیگه چیز انجام بدین. به اینترنت ضرورت داره که وصل میکنین به اینترنت و باز نشان میده که فعلا این موبایل نداره، فقط وی پی ان داره یا دیوایس منیجمنت داشت. موبایل اپدیت کنین با خاطر مربوط یک شرکت یا مکتب میشه. حتی مشکلات موبایل های خارجی می داشته باشه، موبایل های افغانستان می باشه مشکلات نمی داشته باشه دیگه. بعد از اون تویچاش چک میکنین، اکشن بتن چک میکنین که کار میکنه یا نه. کار میکنه میبینین یک پاپ اپ میکنه وقتی که ما رو پس کنیم دیگه تادش بلند میکنین، پخش میکنین، اسکرین لاک میکنین، پاک میکنین، تمام دنگاش کار میکنه. اگه این ویدیو خوشتون آمده بود و میخواین دیگه درباره موبایل معلومات داشته باشین لطفا چنل ما رو سابسکرایب کنین. ما به شما دیگه ویدیوهای جالبتر و خوبتر روز به روز با کوالیتی بهترتر به شما به نشر میرسانم. تشکر دوستان.